یه پیر مردی بود جوونا اصرار بهش کردن بیا بریم کربلا. بلند شد اومد گفت ولی کسی کار به کار من نداشته باشه. گفتم باشه بیا. تو دفعه اولش بود میومد کربلا، انقدر بهش اصرار کردن یه همینطور که اومد از هواپیما و پیاده شد به هر 10 نفری 20 نفری رد میشد آقا کربلا کدوم؟ مردم مثلا بودن خب مثلا تو حال خودش یک با گریه مثلا گفت کربلا کدوم؟ من گفتم برو اونجا، مثلا اونجا سوار ماشین شو میومد جلوتر کربلا، برو اونجا برو اونجا. یا تو همین اربعینی میومد مثلا میومدیم هی گریه میکرد به بعضی موکبا میرسید میگفت کربلا کدوم نره؟ میگفتم مثلا رسید سر خیابون باب‌القبله، از همه میپرسید حرمش کجاست، همه میگفتن همونه برو طرف، از همه پرسید و اومده بودن حالا میخواد چه کنه. دن اومد دم باب‌القبله، دم این سراشیبی سرشو به آستانه در گذاشت، به پهنای صورت گریه میکنه، صدا میزنه ابی عبدالله من از همه یکی یکی پرسید پیدات کردم، حالا اومدم بهت بگم تو هم قیامت ببینم منو پیدا میکنی یا همون جایی که ازم فرار میکنن من منتظرتم ابی عبدالله.